وجود گوشه دسفولی در دستگاه همایون، یکی از مهمترین دستگاه‌های موسیقی ایرانی، نشانه پیوند دسفول با موسیقی اصیل ایران است. این گوشه در ردیف استاد عبدالله دوامی صفحه 96، ردیف استاد ابوالحسن صبا صفحه 98 و ردیف استاد عباس کاظمی با نام دسفولی ثبت شده است. دسفول سرزمینی با پیشینه چند هزار ساله در تاریخ موسیقی ایران است. استاد محمد رضا لطفی با ستایش از موسیقی دسفول، آرزوی جاری شدن این نغمه‌ها در موسیقی ملی ایران را داشت. آرزویی که پژواک آن را در ترانه بیو بریمش که استاد جلال ذوالفنون به نام موسیقی دسفولی نواخت و ثبت کرد میتوان شنید. دسفول با کشف نخستین سند همنوازی موسیقی جهان در تپه‌های چوغامیش، نقشی کهن در تاریخ موسیقی بشر داشته است. در دانشگاه جندی شاپور عصر ساسانیان نیز موسیقی در کنار علوم دیگر رسمی و آموختنی بود.